واسطه مایل نرخ‌های ما خیلی مفیدند. ارزان‌تر یافته می‌توانید. فرق را جبران به باد و باران بگو، به دشت و دامان بگو که یار من گشته ای، نگار من گشته ای. به رود و دریا بگو، به صبح فردا بگو یار من گشته ای، نگار من گشته ای. اکنون دیگر شرط نیست که من بگم که اینجا آمد و همه دوستانم ما رو مناپالیست میگویند که کدام هنرمندی که میاد اول از سفر برمیگردد اول باید که با اردوی سویف اینترویو بدهد، مصاحبه انجام میداد. خیر من کمترک مناپولیا کردم، ما رو میبخشید. فرشته صدا از امریکا برگشت، مهرنگار رستم. روز جمعه مهمان داریم دوستانی عزیز و این جمعه خاص است، جمعه اسپیشال است، زیرا مهرنگار رستم بعدی 7 ماهی که در نظر من 7 سال توفت از امریکا برگشت. من سلام خودم رو، سلام کل همکاران رو از رادیو آزیا پلوس و سلام مهرنگار جانی نازنین رو به شما میرسونم. السلام علیکم. تبتون بولیده هست؟ بله. من شما رو حالا از نزد سالونی پردازگری گرفتم. بله. چند ساعت تیار شدید؟ تقریبا یک 35 دقیقه. اینقدر وقتی کم صرف کردید شما؟ بله حتی من در صدف جان رو حتی من در ریشگیری و آماده شوید زیادتر وقت رو شاید که صرف کنم. لیکن من دختر هستم، میدونم دخترها دیر میکنن، لیکن من اگر که همون چی میگوین در همون وقت اگر که تصمیم بگیرم که باید آماده شوم به هر صورت آماده میشم. آفرین. یعنی پونکتوال یعنی این معنی رو دارد که با گذشت زمان زنها وقت رو در سالن پردازگری زیادتر صرف میکنن. مثلا اگر مثل شما جوان باشن 18 20 ساله یا 22 ساله البته که وقت کم صرف میشود، زیرا طبیعتا دختر خودش زیبا است و 30 ساله که شد کم کم زیادتر وقت صرف میشود. باید اینجا رو گرفته در اینجا بچسبونی، اینجا رو گرفته در اینجا بچسبونی، از این پایان بکشی به بالا ببری. من فکر میکنم که در 30 سالگی من شاید ما جوانتر بتوام. در 30 سالگی حتی واقعا هم. دوستانی عزیز، مهرنگار 7 ماه در امریکا بود و می توانید سوالهای خود را الکی پیشکش کنید. یک نفر زنگ زد، من فرصت نیافتم که حرف بزنم زیرا در روی لایف برآمدیم نشر مستقیم. مرحمت زنگ بزنید 44 6 107 107 رقمی تلفنی ما است. کسانی که زنگ زدن می توانند با وایبر پیوسته شوند با ما. وایبر ما 84 0107 و دوستانی عزیز منتظر هستیم بنویسید سوالهای خود را پیشکش کنید. من سلام همه شما را بار دیگر با انا یک زنگ تلفنی صدا میدید. الو سلام. الو سلام علیکم. و علیکم بر سلام. آوازی تو را از جهان میشنوم، با گوش دل و با گوش جان میشنوم. آوازی تو گر آید ز سوی رادیو آزیا پلوس، از بین صدای بلبلان میشنوم. سهراب جان، خواهر شیرین زبانم مهرنگار جان که زیاد همچو خواهر دوستش میدارم. بنده شنونده نفس من نفس سهراب هستم در خط علاقه از شهر سهراب جانم. قربانت میشوم سهراب جان، بفرمایید. خیلی دوستتون دارم، لطفتون به اندازه از نسبت هر یک مخلص. اپای با مهرنگار که خواهر ما میشود دوست سوال دارم ممکن باشد. سوال یکونی همین است. شما همچون یک جوان زاده صاحب استقلال گفته میتوانید که 3 سال استقلالیت برای مهرنگار رستم چی داد؟ و مهرنگار وقتی که خردکک بودید تقلید میکرده ذکری الله حکیم، شبنمی تاج‌الدین. باره یاد دارم من هم خیلی خورد بودم، من نه چندان از شما کلانم 3 سال، چون که میدونم که شما از ما 3 سال خورد هستید و وقتی که من شما رو میدیدم در تلویزیون تقلید میکردید باور کنید پدرم شادروان میگفت که این دختر آینده دار است و همین هم شد. و مهرنگار من یک سرود شما رو دوست میدارم، برابر خواندن شما گریه میکنم که واقعا هم زن مادر این فرشته است، این یک نفری هست که برای ما گنج نویا بست. به خاطر من میخوام که مادر من امروز خیلی بیمار هست، در بستر است، یک از همین بیماری کووید یک سرود دارید با نام بیمار مشو مادر.
خواهش دارم مهرنگار جان 4 مثل زنده زمزمه نماید این را به کل مادران میبخشم. به شما گفتنی هم که چه عرضه دارید به عرضه رسی و گفتنی هم که توی بود و نبود ملت من، توی سمت سجود ملت من، سرود عمر من پایان پذیرد، تو میخونی سرودم ملت من. مهرنگار بگذار کسی که در بدی و در بدخواهی است همه وقت زیر پایت باشد موفق سربلند باشید. تشکر به آرزو جان که چنین سراینده ها، چنین خواهران، چنین اپای مهربان رو به استودیو دعوت میکند و یک لحظه ما از غم و اندوه دور میشویم و تبسم میکنیم. با که تشکر سهراب، ممنونم. اینقدر لطف دارید شما، اینقدر مهربانید، اینقدر دل زیبا دارید. مهرنگار کمی برای مادری سهراب غمگین شد. من از چشمان مهرنگار الکی فهمیدم و واقعا مهرنگار یک ترانه دارد با نام بیمار مشو مادر، بیمار مشو مادر، نگذار مرا نگذر، بیمار نشو مادر. این ترانه با قلم شاعر شهیر و بسیار هم بزرگی فارس زبان ها فرزانه خوجندی تعلق دارد. آهنگش را دورانی رحمتزاد بسته است و اگر مهرنگار جان لطف بکنند. سهراب جان خیلی غمگین شدم از این خبر. خداوند مادرتون به زودی شفای کامل یابند. در حقشون حتما من دعا میکنم. خداوند همه مادرای ما صحت و سلامت باشند و البته من با جان دل میخوانم. چرا نه؟ بفرمایید. برای کل مادرها. ای صبح طلوع دل در ظلمت و آب و گیل، بخشا به جهان جوهر، بیمار مشو مادر. ای نصرت ربانی، ای قله انسانی، ای از همه بالاتر، بیمار مشو مادر، بیمار مشو مادر، بیمار مشو مادر. مگذار مرا نگذر، بیمار مشو مادر. سلامت باشید. با همه مادرها تنصیحاتی تمنا میکنیم و بگذار دل مادرها شاد باشد، در لبانشون گلی خنده بشکفد و همیشه در کنار شما باشند. در استودیوی ما غیر از مهرنگار باز مادرش در روبرویش نشسته است، مادر زیبای مهرنگار، و اشک در چشمهایش حلقه زد. الکی من میبینم گریه دارد. مادرها سنتیمنتالی میشوند. زود کمکی حرف زدی از غم و غصه و از دشواری های زندگی در مادر اشک میریزد، ولی بگذار اشکی که میریزد از چشم مادرها بگذار فقط اشک شادی باشد. اشک هم اشک غم است هم اشک شادی، ولی ما در چشم‌های مادر می‌خوایم فقط اشک شادی رو ببینیم، تبسم رو ببینیم. بگذار همیشه شاد باشند. و احسن به مادر مهرنگار که برای ملت تاجیک 2 نفر هنرمند خوش سلیقه، 2 نفر صنعتکار رو تقدیم کرد. این کاری سهل و آسان نیست. باز یک زنگ تلفنی دیگر است. الو. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. معرفی کنید خود را و سوال را به مهرنگار جان پیشکش کنید. من ظفر دولت فاطمی. ظفر جان خوش آمدید. شما خوب هستید؟ شما ظفر مهرنگار چی خوستین؟ بفرمایید. کدام سرود؟ یک سرود میخوام تو ایست یک دم سر بینم روی تو. ایست یک دم تو. تشکر ظفر. میدونید این سرود رو حنیفه قربانووا میسرود. ایست یک دم تو ببینم روی تو. راستی گپ تشکر زیاد. راستی گپ این ترانه رو سال 2005 بود به فکرم خوانده بودم. از اون وقت تا حاضر من این ترانه رو نه گوش کردم نه خواندم، لیکن یک پارچه‌اش میخوانم. باشه. یادم نیست برای که من ایست یک دم تا ببینم روی تو. ایست یک دم سر بینم روی تو، به به به. قامتی خم گشته دلجوی تو. نه 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 نه. این هم برای مادر است. عجیب ترانه است. و یک سوال اینجا پیشکش شده. سلام مهرنگار، گرین کارت برد کردید به آمریکا رفتید یا به راه دیگر؟ نه، من همین تصادفاً گرین کارت برد کردم و به امریکا با گرین کارت هم رفتم. و اگر یادتون باشد سوال داده بود سهراب، گفت که 30 سال استقلال به شما چی داد؟ بله،
هنوز خودش 30 ساله نیست مهرنگار. بله من 30 ساله نیستم، لیکن در دوران استقلال خدا رو شکر که چطوری که میبینید به این مرتبه ها رسیدم، هنرمندی قریب جهانی شدم. قریب نه جهانی؟ من چرا قریب میگویم؟ من حالا چی میگوین برایم کفایه نیست. بعد از سر سپردن کفایه نیست، کفایه نیست. بعدن خدا را شکر که وطن ما روز تا روز زیبا گردیده ایستاده است، مردم ما باز هم پیشرفته تر شده ایستاده است. خدا رو شکر که تاجیکستانی ما، من بعد از 7 ماه اومدم، در این 7 ماه خیلی دیگرگونی دیدم. مثلا چی میگوین خانه های بلنداشیانه، کارخانه های زیبا، آبادی زیبایی. بله بسیار شاد شدم. راستی گپ خدا کند که وطن ما همیشه زیبا باشد، پاینده باشد، در دولت ما همیشه صلح باشد. من میبینم که در کشور همسایه‌مون عین حال اینقدر ناآرامی ها هست و ما شکرگزاریم که در وطن ما مردم ما تنج و آسوده زندگی میکنند و شکر. عزیز جان اینجا می نویسد سلام با اکای ارزو روز بخیر مهرنگار خوش آمدی. میگوید عزیز جان. بعدی چنده دوستانی عزیز، بعدی چنده صحبت رو با مهرنگاری دوام میدیم. شما زنگ بزنید و سوالهای خود رو پیشکش سازید. لباس برای مردها، زنها و کودکان. لباس در گیلاس. سراغ ما روبروی صدبرگ، سابق مغازه عالمی کتاب ها. تلفن برای معلومات 190.
либос барои мардҳо, занҳо ва кӯдакон. Либос дар Гелос. Суроғаи мо рӯбарӯи Садбарг, собиқ мағозаи олами китобҳо. Телефон барои маълумот 190.
либос барои мардҳо, занҳо ва кӯдакон. Либос дар гелос. суроғи мо рӯбарӯи Садбарг, собиқ мағозаи Олами китобҳо. телефон барои маълумот 190. либос барои мардҳо, занҳо ва кӯдакон. либос дар гелос. суроғи мо рӯбарӯи Садбарг, собиқ мағозаи Олами китобҳо. عزیز برنامه را ادامه میدیم. مهرنگاری رستم مهمانی ما است و فکر میکنم که طول این ساعتایی که مهرنگار با ما هست راحت میکنیم از صدای دلنشینی او، از سخنهای شکرریزی او. یک زنگ تلفنی است. الو، سلام. الو، درود برادر از اکای آرزو ایسایو. درود بر شما. ما اپای عزیز مهرنگار رستم، ما شنونده دویم شما بختیار عزیموف هستم از نویب رحمانی جمعی. بختیار جان خوش آمدید، قربانتون میشوم. بفرمایید و سوالاتون را پیشکش کنید. بله، تشکر زیاد. من بینیگر اپای مهرنگار صدایش رو دوست میدارم. از دوران من خودسال بودم، صورت اون اپای مهرنگار رو گوش میکردم. بعدا من یک سوال خواهش دارم. بفرمایید. بله، سوالی من چنین است که من توجیه میدونم اگر خطا نکنم برادر مهرنگار عزیزم سریانده است. سفر محمدی رستم. بسیار سریانده و دویت سرودگی است. بسیار صدای خوب دارد. یعنی در آینده نمیخواد که یعنی با برادر خودش دویت ایجاد کنه. بسیار سوالی بجا با مورد. تشکر به شما. بعدا یک خواهش داشتم. بفرمایید. ولی از سرود دارم که با نیکروز نیاز و خواندگی شروع شده. اگر هم سرود دامش 4 مثال زمزمه میکرد با اکای ارزی سیف رو همراه میشنم بسیار خوب میشد. بعدا این سرود رو میبخشم با اپای عزیزم از شهر دوشنبه. بعدا که ما در فدراسیون روسیه در شهر پیتر برادر ما اکای مولان گوش کرده. من درود خودم رو با
برادرم میرسانم. به شما جهان سپاس. تشکر بختیار، سپاس میگویم. و چون پیتر گفتید ما رو هم میبینند هم میشنوند هم آنلاین گوش میکنند. میدونید توسط وایبر ببخشید توسط یوتیوب نشر میشویم. آزیا پلوس شبکه داره در یوتیوب، آزیا پلوس تیوی. توسط آزیا پلوس تیوی حالا ما رو میبینند و بیننده ها درود میگویم. کسانی که در قلمرو فدراسیون روسیه هستند مخصوصا مهاجران مهنتی به شما درود، با برادر بختیار درود. این زنگ تلفنی به ایست صدا میدهد. من سوال‌هایم در یک طرف موند. الو گوش میکنم شما رو. السلام علیکم. و علیکم بر سلام. خب سفربک شنونده دویمی شما نه کشونیون هستیم اکا. سفربک جان مرحمت بفرمایید، چون فرصت کم است خواهش میکنم که زودتر سوال خود رو پیشکش کنید و خواهش خود. سفربک چی شد؟ یک بار دیگر زنگ بزنید، منتظر هستم سفربک جان. خوب اینجا یک پیام دیگر اومده است. یکی از شنونده های دویمی ما رعنا، یک زنی بسیار با کلتور، یک зани зебо менависад. Салом Орзу ва Меҳрнигор. Меҳрнигор, добро пожаловать в наши дома. Добро пожаловать, спасибо. Эти слова я могу сказать каждому таланту, который приходит в студию Азия Плюс к Орзу, потому что Азия придумала какой-то формат, и этот формат, как говорил наш композитор Геннадий Александров или Александров, напоминает шашлычную музыку. И ты вынужден быть в этом формате всю жизнь, а это грозит очень опасными последствиями. И вот, когда к вам, Орзу, приходит талант, ты можешь насладиться прекрасной таджикской лирикой, а голос Меҳрнигор, даже когда она говорит, звучит как горный ручеек, чистый и звонкий комплимент. И вам, Орзу, если вы говорите такие слова Джона Курбоначева мужчине, что тогда вы говорите женщинам? О, рано, ман ода дорам ки ба ҳамаи нафароне ки занг мезананд ҷонам мегӯям, қурбонат шавам мегӯям. Ин як лутф аст, як комплимент аст аз ҷониби ман, чун ман ба Суҳроб ҷонам гуфтам, қурбонат шавам гуфтам. Суҳроб баробари фарзандҳои ман аст ва як зиндагии бисёр душвореро пушти сар кардааст. Суҳроб як гурдаашро ба модараш ҳадия кардааст. Як гурдаашро барои ҳамон гуфт ки модарам бемор аст. Суҳроб қаҳрамон аст дар назари ман. Барои ҳамин Суҳробро дар баробари фарзандҳоям ҷонам гуфтам, азизам гуфтам. ин лутфи ман буд, зеро ҳар фарзанд қодир нест ки ин корро барои модараш бикунад. Суҳроб гурдаашро ба модари бемораш тақдим кард. ва раҳно шумо мепурсед ки ман вақте ки ба масалан мардҳо мегӯям қурбонат шавам ҷонам, ба занҳо чӣ мегӯям? Занҳоро медонед ман чӣ мегӯям? Асалам, ширинакам, ҷонакам, қанду асалам, шаҳду шакарам. ин чизҳоро ман барои бонувон мегӯям. хайр, хулоса мегузарем ба саволҳо. Меҳрнигор, бале, муҳоҷирон моро ин замон аз Питер ва аз шаҳрҳои Федератсияи Русия гӯш мекунанду тамошо. аввалан ташаккури зиёд ба Пайраноҷон барои ин қадар суханои зебошон лутф доранд. хеле миннатдор ҳастам ва саломи худро ба кулли ғарибон, ба кулли ҳамватанони азизам мерасонам. ва саволе ки қаблӣ буд ки бо Сафар Муҳаммад дуэт намесарам то ҳол, ман айни ҳол бо Сафар Муҳаммад маслиҳат кардем ки ягон дар мавзӯи зебо ягон таронае иҷро кунем. иншоалло камтарак вақт мегирад, лекин ман ваъда медиҳам ки як таронаи зебо муштарак иҷро мекунем. ҳамин ду-се рӯз пеш дар ҳамин бора гап зада суҳбат карда будем. бале, ва он дархосташ ки суруди рақс бикун шур биде буд. میروی از بر من دور چرا، مست و مغرور چرا، مست و مغرور چرا. میروی از بر من دور چرا، مست و مغرور چرا، مست و مغرور چرا. رقص بکن شور بیده، رقص بکن شور بیده. خرمن زلفان الله مای شبستان. چرخ بزن چرخ بزن، چرخ بزن چرخ بزن. آبیالا چشمان الله آفتی دوران. به نهایت ترانه زیباست. خداوند روحی مبارک شو شاد باشد. бале, ва ин дӯсти мо ки таклиф кард рақс бикун шур бидеро Меҳрнигор бихонаду ман ҳамовозӣ кунам. ман фикр мекунам ки агар ман овозамро барорам тамоми шунавандаҳо мегурезанд, барномаи дурбин бешунаванда мемонад. вале ман акнун савол медиҳам. ман чун гуфтам ки модари Меҳрнигор инҷо дар канори мо аст, мехоҳам ки як савол пешкаш кунам ба модари Меҳрнигор. марҳамат бифармоед ва бигӯед ки 7 моҳ набудани Меҳрнигорро чӣ гуна таҳаммул кардед? чунки Меҳрнигор хайр лоақал 1 моҳ ё ин ки максимум 2 моҳ мерафт, дур мешуд аз канори шумо дар гастролҳо,
در سفرهای هنری خارج. اما 7 ماه این مهلت خیلی طولانی است. مراتبه پیش از این وقتی که سفر کرد به آمریکا شما طاقت نکردید و رفتید همراه مهرنگار به آمریکا. این نوبت نرفتید. 7 ماه رو چگونه تحمل کردید؟ خانم افسانه خوش آمدید. درود شنونده ها رو به شما. سلامت باشید. سلامی خود رو به تمام بیننده و شنونده رادیو آزیا پلوس برنامه دوربین پیش میرسونم. و در سوال شما چی گفتن هستم؟ شما که آگاه بودید خیلی سخت بود. هر وقت شب خواب نمیرفتم تا سر منتظر می بودم که مهرنگار جان که افیر میکند من تماشا میکنم کجا رفت. یعنی که موی سر مقدر سفید نبود نه که سفید شد در 7 ماه. بله خیلی سخت بود. خیلی سفیدی نداشته که آدم باید نگه گپورانه که در حقیقتا از فکر زیاد میتونست است که سر سفید در مدت کوتاه حتی ابروام سفید شد. ابروام سفید شد. باور کن انتظاری زیاده. وقتی که مهرنگار همیشه با گل و گل دسته ها پیشواز میگرفتم روزی آمدگیش خوابیدم ماندم. نه از انتظاری نه، از خستگی زیاد خوب یعنی خوب غلبه کرد. یعنی میدونید که بر دیگه سفر ما اومد یه وقت گریف آوردش در پاپتا باید صدای پاچاشم بدار شدم. گریسته خدا بشکر خیلی گریه پنهانی من گریه من نشان نمیتونم. بعد گریه هم نمیکنم که یعنی که گریه مادر بسیار وقت بر ضرر میشود. تا جای شنیدگی هستم همشه تحمل میکنم نه که او گریه هم می سر دا تاثیر کرد. گریه نکردم. خیلی خرسان شدم. و باز دیدم که از علمی بسیار ترانه سرودید. شنیدم. من خواستم که مهرنگار خرسان شود چون که بسیار حوض دارد که ما سرود بخونم. بعد سرود خوندم. میتوانیم یک سرودی مشترک بخونیم حالا همه کسا؟ بیایید مهرنگار قیمتی باید می شود. حالا بدن خود نما میگذاریم که یک برآمد مهرنگار چند سوم است. بیایید انتخاب کنیم یکون ترانه رو سی کسا بیسرویم. این اوجش بلند است. من دست میکشم از پیشنهادی کردگی. اوجش هم نه بخواه یک روز دیگر امروز نه چرا بیاید خیر بیاید یکون سرودی خلقی میخونیم. بیاید یکون سرودی خلقی. ای دوست فراموشم مکن. اوکی دار. ای دوست فراموشم مکن یادم کن. جان من فقط جان هایش رو میگم. خاکیست دری کوچه‌ات شدم بادم کن. جان گر بد باشم لعنت دنیا بر سرم. گر نک باشم یگان یادم کنه. واو عجیب. یک زنگ تلفنی است. یک بار دیگر زنگ بزنید. متاسفم نشد زنگ تلفنی. اینجا یک نفر از شنونده های ما نوشته است. جمعه خان سلام علیکم. جمعه خان یکی از شنونده های دائمی رادیو آزیا پلوس است. جمعه خان نوشته همین مهرنگار شوهر دارد می؟ نه من شوهر ندارم می. مهرنگار شوهر ندارد. خیر جواب کوتاه عمیق جوابی مشخص. باز عزیز جان می‌نویسد مهرنگار اویله دار است. خیر اکنون با این سوال ندارم میشود انشالله الو روزتون بخیر شادی باشد. روزتون بخیر. بفرمایید خود را معرفی کنید. من خوشه جان هستم از ناحیه هتل چسکایکی رو. ما هم یک چند جوانو خطی همینجا کار میکنیم و مخلصان اشلی مهرنگار رستم هستند و خواهش کردند که 4 مصرع از یگان سرودشان بهر همین جوانو زمزمه کند. تشکر میگویم به شما. سپاس زیاد. حتما ما خواهش شما رو اجرا میکنیم. سلامت باشید و حالا مشروع قرب اسعار بعد از این صحبت رو ادامه میدیم. رکلام در آزیا پلوس. لباس برای مردها، زنها و کودکان.
либос дар гелос. суроғи мо рӯбарӯи садбарг, собиқ мағозаи олами китобҳо. телефон барои маълумот 190.
خوردید بو که قاری کردید بو که اشتی کردید همش رو یک با یک قصه کرده بگوید بام دلم تنگ شده ای سوال اگر نقل کنم این 2 ساعت شما کفایه نیست به مثل که در اینجا زندگی میکردم لیکن از صحنه دور بودم چقدر از صحنه دور بودید؟ من میدیدم گوه در صحنه ها اکنون چطوری که فعال بودم در اینجا اونجای خیلی نبود به خاطر که جای نو بود آدمای نو بودن و من در اونجا کوشش کردم که شناسایی ها پیدا کنم با موزیکانت ها با اهل ایجاد در اونجا و همین خاطر کمتر تنقیسی کشیدم از این حالت کمتر وقت میکشه چون و زندگی کردم جایهای زیبا رو تماشا کردم شاپینگ کردم دیگر گامبورگر کوکاکولا خورده گشتم یک زنگ تلفنی الو بفرمایید درود بار دیگر برادر از اکای ارزوی سیوف درود بر شما علاقه قطع شد شما یک بار زنگ زدید گفتم که تکرارا زنگ بزنید من بختیار هستم بار دیگر بختیار جان خوش آمدید برای یک خواهش دیگر داشتم آقای مهرنگار بفرمایید من اولا از شما جهان سپاس اکای ارزوی سیوف کنید برای ما برنامه خوب صدای شما خوب است سرانده بهترین دعوت میکنین ما میخوایم که 2 ساعت با شما همراه باشیم چشم من قربانی شما میشوم من همیشه با شما هستم بعدا من یک نفر که بینی را دوست میدونم آنیول در نزد رادیو نشسته گوش دارد من خواهش دارم که 4 مثال سوری عشق بر یا من دختری من زمزمه کنم بسیار خوب میشود جهان سپاس تشکر به شما تشکر خوب دوستانی عزیز 4 مصرع و پاره سرود ها رو ما البته تقدیم شما میگردونیم و من اینجا باز یک سوال دیگر رو پیشکش میکنم مهرنگار جان اینجا باز وایبر پوری سوال شد میبخشید هیچ گپ نی مرحمت روز بخیر آرزو جان با مهرنگار و مادرش این روزی بخیر و شادی رو مبارک باد گفتنیم خوش آمدی شهر عزیزمان و همیشه بهار گلگل شکوفانی دوشنبه به شهر گلگل شکوفانی دوشنبه خوش آمدی خوش باشید مادر مهربان احسان بر بچونین فرزند این همت الله بوده است که این هر دو به سرایندگی رو آوردند خوب این مهنت شما بوده است یعنی من اصلاح کردم درود شرکتی دوره مسئولیتش محدود اروپا فرم با خانم مهرنگار درود فرم اروپا فرم اروپا فرم با ما می نویسد درود به مهرنگار خوش آمدید به آزیا پلوس اوضاعتان خسته نباشد دخترهای آفیس مخلص شما می باشد سلام به دخترهای آفیس مانده نباشید درود به شما آرزو جان سخنان مهربانی شما به بانوان دل ما رو آب کرد زنده باشید من می خواهم همیشه بانوان گلی خاندان باشند همیشه روی دست بانوان رو بگردانند زیرا بانو خودش گل است و باغبان این همه گل‌های زیبا البته مردهایند و باید باغبانی خوب باشی که آن گل رشد بکند اگر باغبانی بد باشی گل پژمرده میگردد خیر اکنون دوستانی عزیز مهرنگار در امریکا گفتید که گامبورگر ساندویچ ها رو خوردید شاپینگ کردید چند سوم خرج کردید در امریکا یک عمر در فکر سوم نکردم چند سوم دیگر حساب نکردم میدونم که زیاد صرف کردم لیکن قیمتی است اکنون در اونجا بعد زیاد من کوشش میکردم که خوراکای بیرون استعمال نکنم من خوراکای ملی تاجیکی را از یوتیوب یاد گرفته حاضر همه خوراکا را هم قدر با لذت میپزم که اگر همراه مادرم آزمون اعلان کنید من میبرم بفرم انا این نویگری در حیات مهرنگار در تاجیکستان در حیات سرش خوراک تیار نمیکرد به امریکا رفت در امریکا دنگیچه پختم دنگیچه تاجیکی اورا الو اتا ارزو باید بردگه سلام علیکم درود بر شما اتا ارزو همون باید دختر بانو زیاد برامه پای مهرنگار با زبون خوب خونه بسیار خوب اجرا میکنیم خواهش شما رو و خواهش دیگر شنونده هایی رو که گفتند که یک پاره سرود برای دوست دخترش میبخشد یا اینکه برای مادرش میبخشد برای عزیزش میبخشد برای برادرش میبخشد اکنون همین خواهش رو همش رو سرجم کرده سرود دختر بانوز رو شاید اوکی اول برای او برادری که زنگ زد بیچاره عاشق بخونیم یک سرود از این شعر از خدا رحمتی استاد بزرگ صابر است
فکر میکنم مطابق میشود این شعر رو بخونم. سرودم. گوش میکنیم. گه تو قهری منو، گه تو با من آشتی، گه مرا تو زنده کردی و گه تو کشتی. مرا نبا تو گله و مرا نبا تو هیچ خشم، که من محبتی تو را کشیده ام با آبی چشم. قسم به هر دو دیدم، قسم به هر دو دیدم، که غیری تو ندیدم، ندیدم، ندیدم. براو، واو، براو. من در حیرتم این صدایی که مرا میبرد به دنیاهای دیگر و بیهوده من مهرنگار رو فرشته صدا نمیگویم. فرشته صدا از امریکا آمد و دختر بناز رو درخواست کردند. دختر بناز. اوکی. دختر بنازم ای کاکل در رازم، دنگی چدازم ای مرهمی رازم. شم 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 شمالک خبر زیار میارم، بخدا کیادش کردم باور ندارم. آره روی روی دستانی او بودنی ما عادتی، این دلی که دادمش میدانه امانتی، این دلی که دادمش میدانه امانتی. وای وای عجیب. این آهنگ نرگس شریف زاده است. عجیب ترانه زیبا خلقی در هوای ترانه‌های خلقی. و اینجا باز رعنا می نویسد Орзу, и у мамы голос класс. Наверное, тоже поет. Рано Джон, میدونید مادر مهرنگار رستم آموزگاری فورتپیانو است. فورتپیانو می نوازد. آموزگاری فورتپیانو است، یعنی سراپا این اویله همین پر از هنرند. همه‌شون هنر همین خیلی ریخت است به فراوانی. خداوند هنر رو در این اویله ریخته است. مادر مهرنگار هم قدر دست و پنجه و انگشت‌های زیبایی دارد که زیب پیانینو است، زیب نمون فورتپیانو است. وقتی که می‌نوازد کس راحت می‌کند و از خردی مهرنگار رو درس موسیقی. شما حتی با من گفتید که در کلوب می‌دیدید؟ بله بله، در شهر کلوب وقتی که به خانه مدنیت می‌رفتیم در اونجا مادر مهرنگار دخترک لاغر مثل همین مهرنگار مورچه میان موی دراز داشت تا به میانش مویش و در یکی از حجره‌های تمرینی خانه مدنیت شهر کلوب فورتپیانو می‌نواخت و سرودی شادروان مقدس نبی و رو می‌سراید. چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد رو می‌سراید و ما همراه بچه‌ها در رو می‌کشودیم، خلال می‌رسوندیم، اما او اهمیت نمیداد. خلاصه همین. رانو درست شما قید کردید. البته سرود می‌خواند و می‌خوام که برای رانو باز یک سرود دیگر رو زمزمه بکنیم. تو از من بودی و من از تو بودم. یک ترانه زیبایی رو مادر مهرنگار نو سرایید و اون رو از یوتیوب شما میتونید دسترس کنید. افسانه از شما خواهش میکنم که یک پاره این سرود رو زمزمه بکنید. مرحمت برای رعنا و برای دیگر شنونده های ما مجبور کنید. نمیگوید من نمیدونم چی کار کنم اکنون. نه بخونین ایزو نکشن. بیاید یک جویا میسرایم. یک جویا. تو از من بود. خواهش میکنم. اوچا بخونین. اوکی. اوچا. یک جویا. تو از من بودی و اوچا بخونه. نمیخونه. نمیخوند، ما مجبور میکنیم. تو از من بودی و دیرتر. چه خیلی دیرتر. نمیخونه. خیر، یک زنگ تلفن رو قبول میکنیم. الو، مرحمت، زنگ میزنید تکرارا، تلفن ما رو میدونید. خیر، اینجا میپرسند که مهرنگار در امریکا شما با صدرالدین واخوردید یا نه؟ نه، من شنیدم که صدرالدین در کانادا زندگی میکنه. بله، صدرالدین در کانادا است. الو. سلام علیکم، روز بخیر باشه دکتر ارزو جان. و علیکم بر سلام، خوش آمدید. تشکر میکنم از شما که یک اویله خیلی قوی را برای منبر بلندی از پلوس دعوت کردین و راستی از شنیدن اونه که بانو مهرنگار به تاجیکستان بازم دوباره اومدن خیلی خوشحال شدم و امروز که صداشون شنیدم راستی نمیدونم چی بگم دیگه. بهترین براو و خوش آمدین به این زادگاه و به این زمینی پدری خود. و یک ترانه خیلی زیبا دارد، نمیدونم در تلفن من هست، اسمش شیرینک ثبت شده است و خیلی یک آهنگ جذاب دارد به مثل اونه که
میشود بخونیم؟ میشود. جان بهترین. شما نواخت نوزیزینده. بله من از و میتونید بینوازید و مهرنگار از این سوبی سرایت شما از اون سوبی نوازید. بله خوب فکر میکنم موافقت نمیکنند در اینجا یک چند ثانیه چند ثانیه دیر میشود. بسیار خوب. عجیب. و از مهرنگار بانو خواهش میکنم همه سرود یک و یک سوال دیگر داشتم که در سفر 7 ماهی که در ایالات متحده آمریکا داشتن یک لحظه ناخوشی اون زندگی 7 ماه را نقل میکنم. در شاید یکان تصادف غیر عادی که شما عموما چشم داشت نداشتین، مقصد با اصطلاح روسی اجدنی نداشتین و اون حوزیشه و یا که کدام حالتی کوچکی باشد و یک لحظه نگوار به قوله. عجیب. میدونید سوالی بسیار با مورد دادید، سوالی بسیار روزنامه‌نگارانه، سوالی ژورنالیستانه. آفرین. سیفالله هستم و درود میگم به جمع شنونده‌ای که مرا میشناسند. سیفالله جان سپاس. سوالتون خیلی. مخاطبانی که توسط یوتیوب تماشا میکنن درود به اندازه به اون نفرانی که در مهاجرت هستند. بله و بعد چند با سوال سیفالله پاسخ میگیریم. دوستان عزیز و حالا باشد مشروع خبرها.
بهودا گفتید که هنوز اویلادار نیستید، زیرا همه می نویسند که چگونه انسان رو میتواند انتخاب کند و یک نفر نوشته است که همین راننده های تاکسی هم، جمعه خان نوشته است که همین راننده های تاکسی هم بچه های بد نیستند. یعنی عروس تاکسیست نمیشه. نه نمیشم. چرا نمیشه؟ باید بشه. تاکسیست که دایدو میشه در خانه پیدا نمیشه. این جواب دندان شکم بود از جانب مهرنگار بر راننده های تاکسی و آنهایی که میخوان دست و دل مهرنگار رو به دست بیارن. جواب دندان شکن. خوب دوستان عزیز، باز اینجا شبنم نوشته. شبنم جان درود. شبنم می نویسه سلام مهرنگار جان، سرودهای شما همینقدر معقول هستند به من. سرودی نوی انگلیسی تون بخونید یا مونید. آفرین، من فخر میکنم که همین خیلی دختر در ما هست. آزاد گپ میزند. آفرین به مادرشان قرسک. هر کس نمیتوند که تنها فرزندانش همین خیلی تربیت کند. نوشته است شبنم. گفتند که در امریکا لحظه های ناخوشترین، لحظه های دشوارترین کدام لحظه ها بودند مهرنگار؟ لحظه که تهمت کردن. با چی بهتان رو به سر شما آوردن؟ من کسی خیلی حالت نشون نترستی گپ خداوند امی آدمای تهمتگر پناه مون بداره. یعنی در این باره با مادرتان قصه کردید یا نه؟ ها قصه کردید. دشوار بود؟ بسیار. مفصل نمیخواید از جانب کی این بهتان صورت گرفت؟ کی بهتان زد به شما؟ از جانب یک زن. یک هموطن. شما پورا میدونید در این باره؟ من بسیار زیق شدم، بسیار ناراحت شدم. گفتی مهرنگار که شوکم شدم که خیلی آدم ها هم هستن، یعنی که در صورتی دوست اول خچونه در لباس دوست پیدا میشه. بله، خچونه نشان میدیم، بعدن میخوان که هم خیلی آدمای شهرتمند شانتاژ کنن یا که تهدید کنن. بله، تهدید کنن. از مثال یعنی که ما میتونم که این خبرو را کسی ده نگو، ما میتونم که یک لحظه کاریرای تر نیست و نابود کنم. خیلی نفرها هم هستن. ولی من خیلی کنجکاو شدم، میخوام که مفصل در این باره حرف بزنید. یعنی چی اتفاق افتاد؟ هیچ چیز کارزو جان تما روی بس میکنم. میخوام فکر میکنم آدمی بعد همیشه رحمتی و چم میگفت که با خدا بسپارش، یعنی مجازات خدا سخت‌تر است، ما با خداوند میسپاریم. به هر حال تا اندمی که با خدا میسپاریم، من همچون روزنامه‌نگار میخوام بدونم که کی و در کجا هیچ گپ نداره. آرزو جان اول میگفتن که 40 سال بعد میبینی، حاضر زودتر خداوند نشان میده. من میخوام که در باره یگان موضوع خوب صحبت کنیم آرزو جان. ولی شما از ورطه این بهتان رها شدید، لااقل بگویید. شکرانه خداوند. بله. و بالاخره نمیخواید بگویید که بهتانگر کی بودن؟ نمیخوام بگم، لیکن همه کار زن بود یا مرد؟ لااقل میتونید زن بود. میگم که همه کار پشیمانی دارن. یعنی لااقل بگویید که زن همسال شما بود یا از شما بزرگتر؟ نه، همسال مادر شما. یعنی یعنی زنی از کشور ما، از تاجیکستان. واو، بسیار کنجکاو شدم. من باوری دارم که الله که پشیمان شدگی هستم. لیکن من کینه ندارم آرزو جان، کینه ندارم. عموما من میخوام که من همیشه آرزو دارم که همین فکرشون نسبت من عوض شده باشه، به خاطر که من هیچ وقت در پشت یگان کس کار نمیزنم. نانی یک کس اگر خوردم او را پاس میدارم. بله. متاسفانه هر یک آدم به دل نیت خودش فکر میکنه. بله. با فکر اندیشه خود من میخواد با اندازه فراست خودش. بله. درست است. اگر یک نفر بی فراست باشه فکر میکند که تمام دنیا بی فراست است، اما این طور نیست. و از دیدگاه خود باید به همه چیز بها ندهیم. انسان های شرافتمند فکر میکنند که همه شرافتمند است و مهرنگار نیز یک انسانی بسیار شرافتمند. زنگ تلفنی داریم. الو. درود با شما آرزو جان و مهمونای شما خیر مقدم میگم. مراد هستم، یکی از مخلصای مهرنگار. درود بر شما. سوال پیشکش کنید. سلامت باشین آرزو جان. یک سوال دارم که همین مهرنگار یک سرودی نو برآوردگی است، نمیدونم یا 2020 یا 21 سرود هم خیلی میشد که انا خیلی من وای کنم باور کنین کمتر در خاطرم هم نمونده همون سرود. همین یک وصفی همین بچه را میکند، میگه که انا
در نسل ایستگاه اومدم ما فهمیدم مهمه بله در نزد ایستگاه اومدم در ایستگاه کوچه تو بودی آفرین صدات خطا نشود همینه کمک دربارش معلومات میدادیم مهرنگار جون و اگر در فهرستی اکای ارزو باشد همینه پخش کند هست حتما نشر میکنیم تشکر برای زنگ تلفنی مرحمت درباره این سرود معلومات بدید مهرنگار خب این ترانه رو نمیدونم یک 6 سال پیش یا 5 سال پیش همراه ارزوی سایف آماده کرده بودیم بله. و قصهش رو باید از ارزوی سایف پرسیم که الهامی شاعر همون خیلی بود که ایده رو ارزوی سایف برای ما پیشنهاد کردن بله این ترانه رو من خودم هم دوست می‌دارم این ترانه قریب 3 سال در دست مهرنگار بود اون رو تهیه نکرد و اخیراً به مقصد رسیدیم یعنی تهیه کرد و شنونده ها پسندیدن این ترانه رو دوست می‌دارم مثل یک افسانه است مثل یک حکایه است مثل یک قصه زیبایی است بله قصه شیرین بهاری ماه مای وقتی که همه جا سبز خورم است بی‌پروايی خیر اکنون در سرودها عادت کردیم که همیشه همین موضوعهای آبشوسته و یک نواخت تکراری رو صدا میدن در سرودها میگویند که سوختم پختم اوه این اوه اون اوه و از این سوختن و پختن ما خسته شدیم و گفتیم که یک چیزی تهیه کنیم که پسند همه بیاید و برای همین دوستان عزیز این موضوع رو انتخاب کردیم فکر میکنم که موضوع پسند خاطر شما میگردد و حالا من باز رو میارم با نوشته ها اینجا شبنم می نویسد که بگویید انگلیسی و هندویی رو در چند سالگیتان ازبر کردید خردسال بودم صنفی 7 بگویید با انگلیسی چیزی بگویید مهرنگار مثلا نقل کنید که درود بگویید با شنونده های رادیوی آزیا پلوس با انگلیسی Hello to all fans of Asia Plus. I hope you are doing well. Thank you so much for hearing us. I love you. Now. I love you. I love you too. I love all my beautiful fans. Thank you. اکنون میگذاریم با هندی. چی بگم با هندی؟ من هندی را मैं तुमसे प्यार करती है. मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ. هندی را من راستی گپ اکنون صحبت کم میکنم لیکن خواندن شده. اگر از خواندن هایشان بگویم همون خطوبه رو خوانده بودید اینقدر زیبا سرایده بوده. اوکی. خطوبه कितनी दीवानी मेरे कितनी दीवानों में से किसके बनूं मैं महबूबा खतूबा عجیب Thank you خیلی خوب बहुत धन्यवाद धन्यवाद Thank you چی میشود این بسیار تشکر که بات خیر مهرنگار یک جوانی کم بی‌ذات باشد که به قدرت برسد نوشته است یک نفر بله و مهم این که عشق باشد و احترام یکدیگر باشد نورالله می نویسد آرزو جان من مهرنگار رو از خردکک بود با غریب شو برآمد میکرد میشناسم آوازی فورم و تقلیدکاری های مهرنگار اگر مثال بیاریم همه هنرمندان بارز و جهانی از چارلی چاپلین سر کرده تا گوگوش همه تقلیدکار بودند و مهرنگار نیز همین طور می نویسد آوازی فورم جذاب این خدمت های افسانه بوده است یعنی مادر مهرنگار اویله سالم جامعه احسن یک سوال داشتم با خانم گوگوش در امریکا وا خورده باشند آرزو جان اویله نیک رو و ستاره ها رو هم گوید مهرنگار رو خطا نمی کنم براو تشکر خوب درباره گوگوش بگوید در نهایتی برنامه من بگم بله با گوگوش وا خورده است یا نمیپرسم اوکی بله با خانم گوگوش وا خورده بودیم در نیویورک در کنسرتشان و بسیار زن یک مهربان بسیار از شنیدنی که ما از تاجیکستان بودیم خیلی خوشحال شده بودند و در کنسرتش در قطار اول بودیم گفتی اکای ارزو شنیدیم و دیدیم و کیف کردیم
واقعا بسیار هنرمندی با استعداد نابغه است که من نیز آرزو دارم که به مثل خانم گوگوش همیخیل هنرمند تاریخی باشم که در جهان همچون هنرمند فارزبان معروف بگردم. فکر میکنم که همین طور است. جهان گوگوش دارد، جهان ادیت پیاف دارد، جهان میری ماتیه دارد، جهان ویتنی هیوستون دارد و جهان باز مهرنگار دارد. سلامت باشین. میخوام که در آخر با زمزمه یکی از ترانه های دلانگیز شما برنامه امروز رو به انجام برسونیم، یعنی بخونید ما کیف کنیم. اوکی. بین از ترانه نو میخونم یک 4 مصرعش، چون که نیت دارم که هفته آینده ترانه را پخش بگردانم. به همین خاطر میخوام مخلصامو آماده بسازم. باشد، بفرمایید. صندوقچه زرگری پرای نقرای خام جان، هی صندوقچه زرگری پرای نقرای خام، دستک زده مگذری نه علیک نه سلام جان، دستک زده مگذری سلامت باشی، هرام بر دیگران گشتی نگشتی به مرام، هرام بر دیگران گشتی نگشتی به مرام، جان یار. دوامش دوام، خیلی میخوام دوامش. بیا بیا های بله تشرینی تو اصلی بدم زی قیزار بله شد مشکل کام هلی عاشق زار زار و نیزار دل بقرار چابک سوار سراغی یار. آمدی؟ منتظر باشید، منتظر باشید. شعر خیراندیش، آهنگ ظفر و صدای مهرنگار. مهرنگار جان سپاس که آمدید. سلامت باشید. تشکر برای دعوتتون. موفق و سربلند باشید. خداحافظی میکنیم. خداحافظ.